la paso en diciendo que soy mala, porque no me aguanto gramo de nada. Y más si vienes a mi cama, a mi cama. سلام سلام سلام. خب که چی بشه اینطوری سلام دادم، ولی خب سلام به کانال که چی بشه خوش اومدی. ببین کار ندارم ولی خیلی پایینه، یه ذره میکشیدی بالا به نظر من. ببین آهنگش خیلی دوست دارم که چی بشش خیلی کمه، ویوشم که عالی، منم باشم دوست دارم با اون سمت برقصم. حالا یه ذره آهنگشو گوش کنیم. مرسی مرسی عالی بودی، که چی بشه نداری. این دیگه نظر نمیده، یعنی بگم تو شبکه‌های پرنم گفله، که چی بشش هم 100. میشه خواهش کنم اون لباسی که 2 سال نپوشیدی منتظری؟ خب عزیز من، دختر گلم، الان مثلا من سایز 36 بودم شدم 46، بشینم قصه بخورم که تن من نمیشه دیگه، شلوار من دیگه تن من نمیشه؟ این چه کاری آخه دخترای ما رو دیوونه میکنی؟ الان یکی بره اینو بپوشه که قصه میمیره. حالا تو بگیم یکم اوکی با اینکه دست دادی ذره حجمشون، ولی خب دیگه نکن بابا، که چی بشه آخه. سیب زمینی میشه یه دقیقه بیای؟ مشکلی نداره دوست پسرت؟ نه من مشکلی ندارم. سیب زمینی ها که اصلا بابا تو باغم نیستن، اصلا هر کار دوست داری بکن، اصلا برام مهم نیست که. استعداد 0، هنر 0، زیبایی 5% که دیگه عمود افتاده واقعا چهرت. درسته هنوز زیباست ولی خیلی ازت هست. به نظرم که برای نمایش چیز خوبی رو انتخاب کردی و میتونی ویو بگیری، ولی کاش یه تتوی خوشگل میزدی. چی بگم یعنی من تو این کلیپ نگم که چی بشه بتون، یعنی هیچی دیگه، این کلیپ علکیه. پیشنهاد من برای بانوان عزیزی که میخوان برن پیکر تراشی، بابا تناسب رعایت کن دیگه، پایینه به بالا نمیخوره. این عروسکا بودن دست و پاشون رو جا میزدی، انگار این پای مال این بدن نیست، اشتباه جا خورده. واقعا میخوره بهت که چی بشه، که چی بشه. اندام تو عمل کردی، آره اوکی، میرقصی، آره اوکی، ولی نمیخوره هیچیت به این، حتی سرت به بدنت نمیخوره، اینجوری بگم بهت. اینقدر توقع آقایونو از بدن ما خانوما بالا نبریم. آره جنس تو هم آخه باید باشه خوب، کادو واسه تولدم فقط میخوام پول، آره واسم هم ارزش مهم. واقعا تنها چیزی که الان برای بعضی از دخترها مهم شده یکی پوله، یکی دیگه نمیگم ادامه‌شو، خودت دیگه میدونی دیگه، مراقب باش فقط. دختر اومد گفت من فنم، منم گفتم منم زعفرم، هرچی بخوای برات بذار فقط تو رو نگاه کنیم. خرم میام بیرون خونه اوکی همه چیز که چی بشه هم شاید مثلا 65% بشه. همش از من میپرسین چرا صورتی نیست، چرا صورتی نیست، چی باید صورتی باشه؟ میگم بیبی اذیتت نمیکنه یکم؟
ببین ما ترکا واسه همچین کیسایی یه کلمه داریم میگیم که باش سندرانه، همش از من یعنی میپرسین سر رو میشکونه، صورتی نیست. یعنی سر میشکنه، اینجوری بهت بگم. تو از اونایی. تمرکزم اصلا روی رنگ لاک و روی رنگ اتاق تو اینا نیست، نمیتونه باشه. من به عنوان یه خانوم نظرم بهت میگم. ویو میگیری، لایک میگیری، الگوریتم اینستات هم میترکونه. ادامه بده. این دیگه قرمز و باش سندران و تتو دیگه سمه دیگه. کچی بشش هم که دیگه 180 200 اینجوری. ببین بیا رک باشم باهات. زن بودن یعنی قدرت، یعنی شعور، یعنی شخصیت. نه اینکه هر کی دوربین داره فکر کنه با یه لباس جذاب، یه نگاه خیره میتونه دنیا رو تسخیر کنه. متانت زن نگاهشه، حرفشه، رفتارشه، نه توی زاویه دوربینش. ما اینجا دنبال زنهایی هستیم که با مغزشون میدرخشن، نه با نور رینگ لایت. اونی که متین باشه خودشو نشون میده بدون نیاز به ادا و اطفال. اونی که حرف برای گفتن داره نیازی به نمایش نداره. و اونی که فقط بدنش رو میذاره وسط، خب ما هم فقط یه جمله براش داریم. خب که چی بشه عزیز من؟ اگه هنوز اینجایی یعنی مغزت فعاله و دنبال چیز واقعی میگردی. از همین الان سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن. زنهای تاثیرگذار، ستونهای بی ادعا ولی قدرتمند تاریخ و جامعه. اونها با فکر، اراده و جسارتشون مسیرهایی رو ساختن که خیلیا فقط جرأت نگاه کردن بهش رو داشتن. در ادامه چند نمونه از زنان تاثیرگذار ایرانی و جهانی رو میخوام بهتون معرفی کنم. زنانی که تاریخ رو نوشتن، نه کپشن رو. آرتمیس، نخستین زن دریاسالار جهان، در دوره هخامنشی فرمانده نیروی دریایی ایران بود. با 5 کشتی جنگی خودش رو وارد نبرد کرد و حتی یونانی ها هم به شجاعتش اعتراف کردند. آتوسا، دختر کوروش کبیر، همسر 3 پادشاه و مادر خشایارشاه، نفوذ سیاسی و فرهنگیش در تاریخ ایران بی‌نظیره. ماندانا، مادر کوروش کبیر، بنیانگذار نخستین مدرسه حقوق در ایران باستان. مریم میرزاخانی، نابغه ریاضی، اولین زن ایرانی که جایزه نوبل ریاضی رو برد. با مغزش دنیا رو تکون داد، نه با عکس پروفایلش. سیمین دانشور، اولین زن داستان نویس حرفه‌ای ایران. با قلمش صدای زن ایرانی رو به جهان رسوند. روزا پارکس، مادر جنبش حقوق مدنی آمریکا. با یه نه به تبعیض نژادی تاریخ آمریکا رو عوض کرد، نه با بدن، با ایستادگی. زن بودن یعنی قدرت، نه نمایش، یعنی ساختن، نه فقط دیده شدن. اگه دنبال الگویی هستی، برو سراغ زنهایی که دنیا رو تغییر دادن، نه فقط الگوریتم رو.
وقتمون ارزش داره، حواست باشه ها. اینجا که چی بشه است. اوکی؟ فعلا